أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 43 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 44 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الرابع والاربعون. الدرس الرابع والاربعون یعنی درس 44. درس 44 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید حفظ کرده شوند با تمام نازکی هایشان، بعداً حوار و گفتگوی این درس خوانده شود. این کلمه های نو عبارت است از اینه که صاحب کتاب میگوید جندیون. جندیون یعنی سرباز، جمعش می شود جنودون یعنی سربازها، سلدتها. جندیون سلدت، جنودون سلدتها، یا به تاجیکی سرباز و سربازها. بعد از این میگوید جرسون. جرسون یعنی زنگ، جمعش می شود اجراسون یعنی زنگها. اجراسون یعنی زنگها. بعد از این میگوید جندون. جندون یعنی سرباز، همچنین باز جنودون سربازها، چطوری که پیشترم اینها را ذکر کرد. بعد از این میگوید وطنون. وطنون یعنی وطن. وطن، وطنون به تاجیک همچنین میگیم وطن. وطن ما و شما تاجیک ها تاجیکستان است، پس وطنون یعنی وطن، جای تولد. اوطانون یعنی وطنها. اوطانون وطنها. شعبون. شعبون یعنی توده از مردم، انبوه از مردم، گروه از مردم. شعبون گروهی از مردم یا نسل. شعب نسل را همچنین میگویند و گروهی از مردم را هم میگویند. شعوبون گروه های از مردم، گروه های از مردم یا توده های از مردم. بعد از این میگوید جیشون. جیشون یعنی لشکر. جیشون لشکر. بعد از این میگوید جیوشون. جمع جیش جیوشون یعنی لشکرها. بعد از این میگوید بطلون. بطلون یعنی قهرمان. بطلون قهرمان یا دلیر. قهرمان دلیر. جمعش میشود ابطالون، قهرمان ها، دلیرها. بعد از این میگوید الجیش البطل یعنی لشکری قهرمان، لشکری دلیر. الجیش البطل اینجا نعت و منعوت هستند، صفت و موصوف است. البطل صفت الجیش است. بعد از این میگوید صفون. صفون صف. صفون یعنی صف. در گذشته هم صف رو بیان کرده بودیم. صف نماز، صف در قطار استادن و به ترتیب استادن در صف. و صف یعنی کورس یا صنف. صنف یکم و دویم و سوم میگوییم صف یک و دو و سه. جمعش میشود صفوفون یعنی صفها. بعد از این میگوید حوشون. حوشون در زبان عربی معناهای گوناگون دارد. این صاحب کتاب در اینجا به معنای حولی، به معنای حولی میگیرد. حولی یعنی اطرافی، نزدی.
حوشون اطرافی، نزدی، حولی. اما حوش در زبان عربی به معنای آغل هم می آید، یعنی جایی که مال و گاو در اونجا نگاه داشته می شود به معنای آغل هم می آید. حوش الحیوانات یعنی آغل حیوانات. اما در اینجا صاحب کتاب حوش را به معنای حولی یا اطراف حولی گرفتگی است. جمعش می شود احواشون، اطراف های حولی یا حولی ها، به مثل دارون یا به مثل ساحتون، به همون معناها هست اینها. بعد از این میگوید اسلامیون. اسلامی یعنی اسلامی، همون چیزی اسلامی است، اسلامی. بعد از این میگوید رعاک الله. این جمله دعایی است، یعنی الله تو را حفظ کند. رعاک الله، الله تو را حفظ کند. بعد از این میگوید دافع عن، یعنی دفاع کرد از، حمایت کرد از. بعدش میگوید دافع عن دینه، یعنی دفاع کرد از دینش، حمایت کرد از دینش. دافع عن دینه، حمایت کرد یا دفاع کرد. بعد از این میگوید وقف. وقف یعنی ایستاد. وقف ترجمهش چی است؟ ایستاد. و یک مرد در زمان گذشته، فعل ماضی. فعل مضارعش از این یا معلوم است که صاحب کتاب در نظر عین باب میگه کسره شود. وقف یا قی، این قاف رو کسره که میگه در فعل مضارع بگو که یقیفو. وقف یقیفو، وقف ایستاد، یقیفو می ایستد، یقیفو می ایستد. پس یقیفو در اصل چی بود؟ یوقیفو بود. واو حذف شد. چرا؟ زیرا اینکه واو واقع شد بین یای مفتوحه و کسره تحقیقی و یا را حذف کردن عرب میگن یقیفو. یوقیفو بود میگن یقیفو. واو را حذف میکنن در فعل مضارع. پس فعل امرش میشود قیف. قیف یعنی بیست، stop. قیف، بیست. بعد از این میگوید وقوفون، مصدر رو میارد، میگوید ایستادن. وقوفون مصدر یعنی که ایستادن. اکنون وقف یقفو، این مثال واوی است، معتل است و مثال واوی است. از بابی ضرب یضربو است، از دویم بابی ثلاثی مجرد هست. بعد از این میگوید وقف فی صف. وقف فی صف یعنی ایستاد در صف. ایستاد در صف، در صف نماز، در صف یگان ترتیبات گذاری در صف ایستاد. بعد از این میگوید دقه. دقه یعنی زنگ زد. دقه زنگ زد. فعل ماضی زمان گذشته. فعل مضارعش میشود یدقو، زنگ میزند. یدقو، زنگ میزند. مصدرش میشود دقن، یعنی زنگ زدن. دقن، زنگ زدن. اکنون دق یدقو از باب نصر ینصرو است، از باب ثلاثی مجرد، از باب نصر ینصرو است. دقه در اصل دققه بود به مثل نصره. چرا دقش میگوییم؟ زیرا که دو حرف همجنس بری در بر آمد و هر دوش متحرک بود. یکمش را ما ساکن کردیم، دققه بود. قاف یکم را ساکن کردیم شد دقه. و قاف یکم را در قاف دویم ادغام کردیم شد دقه. پس دقه یعنی زنگ زد. پس یک کس بگه دقه بر وزن چی است؟ میگه بر وزن نصره، بر وزن فعله، یعنی اصلش رو میگویم. پس یدقو چه بود؟ یدقو در اصل ید قوقو بود. ید قوقو. قاف یکم رو حرکتش رو در دال دادیم. ید دال ساکن بود. قو قاف رو حرکتش رو در دال دادیم شد یدقو. قاف یکم رو در قاف دوم ادغام کردیم شد یدقو. یدقو
یعنی زنگ میزند. فعل امرش 4 وجه جایز است. میتوانی بگو که دقه فعل امر است، یعنی زنگ زد، زنگ بزن. دقه زنگ بزن، دقو زنگ بزن، دقی زنگ بزن، ادقوق زنگ بزن. 4 وجه گفتنی فعل امر دقه. از مفرد مذکرش 4 چیز گفتیم، فقط یک مرد رو ما گفتیم. دقه، دقو، دق، ادقوق، همش ترجمهش زنگ بزن تو یک مرد. دقت دادید؟ 4 وجه گفتنش جایز است. اما چرا جایز است؟ دقه اصلش دق از تدقو میگیریم. دقه نه، دقه میگیم. بله، فعل امرش دقه نه، دقه. برای یا دقو دمه باید باشه، دقه نه. حاضر ما دقه، دقی، دقو گفتیم، نه، دقه نه، دقه، دقو، دقی، ادقوق. دقت دادید؟ این گفتگیم درست است. پیشینه دقه گفتگیم فعل امر، نه اون فعل امر نیست. دقه زیرا که دال دمه است، از تدقو میگیریم، از فعل مضارع مخاطب. تدقو تا را میگیریم، ت را میگیریم، تا میشود دقو و آخرش رو ساکن میکنیم، میشود دق. 2 تا قاف برابر هر دوش ساکن. اکنون چیکار میکنیم؟ اکنون ما قاعده داریم در زبان عربی، اذا التقى الساکنان حرک بالکسرتی. 2 ساکن برابر اومد، حرکت داده میشه به کسره، میگوی دقی. این برای دقی را کس بگه، میگوی اذا التقى الساکنان حرک بالکسرتی. وقتی 2 ساکن برابر اومد، حرکت به کسره میشه، پس دقی بزن، زنگ رو بزن تو یک مرد. دقو چرا؟ دقو وابسته به بابش، از باب یفعلو است، از باب ینصرو. التقای ساکنن شد، قاف دویم را ما دمه دادیم به خاطر از بابش یا دق ینصرو، صاد عین باب دمه که است، دمه دادیم شد دقو. دقه چرا؟ دقه اخف حرکات فتحه است. التقای ساکنن شد، اخف حرکات براش دادیم دقه. اکنون ادقوق به مثل عنصر به اصل خودش است. دقت دادید؟ بعد از این میگوید پس دقه یا دقو گفتیم که از باب نصره ینصرو است و فعل مضاعف است. 2 حرف اخیرش یک هستند. بعد از این میگوید دق الجرسو، یعنی زنگ زد. جرسون زنگ رو میگن. دق الجرسو یعنی زنگ زد. دقه فعل ماضی، الجرسو فاعل. بعد از این میگوید یحیی، یحیی زنده باد، یحیی زنده باد. بعد از این میگوید یحیی الاسلام، یعنی زنده باد اسلام. یحیی الاسلام، زنده باد اسلام. بعد از این میگوید دولتون، دولتون دولت، کشور. دولتون دولت، کشور. جمعش میشود دولون، دولت ها، کشورها. بعد از این میگه تحیا دولت الاسلامی، یعنی زنده باد دولت اسلام. تحیا دولت الاسلامی، زنده باد دولت اسلام. تحیا فعل ماضی، دولت فاعل تحیا. دولت مؤنث کی بود؟ تحیا را مؤنث آورد. اما در یحیی الاسلام، اسلام مذکر کی بود؟ یحیا. زنده باد را، فعل مضارع را این چی آورد؟ این فعل مذکر آورد. دقت دادید؟ یحیا تحیا هر دوش زنده باد. علینا ان نذهب، لازم است بر ما. علینا را، علا حرف جر بود، ما بود. علینا بر ما نمیگیم و ترجمهش رو میگیم لازم است برایمان. لازم است برایمان یا واجب است برایمان. ان نذهب، این که برویم. ان نذهب، این که برویم، یعنی واجب است برایمان این که برویم. علینا جار و مجرور متعلق به کائنون خبر مقدم. ان نذهب به تعویل مصدر مبتدای مؤخر می شود، یعنی الذهاب یا الذهاب علینا، یعنی رفتن واجب است برایمان. واجب است مبتدا و خبر می شود. بعد از این میگه علینا ان، واجب است بر ما این کی، یا لازم است برایمان این کی. ان، این کی، ان مصدریه، بعدش فعل مضارع می آید. دقت دادید؟ پس این بود کلمه های نوی
درس 44. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 44. صاحب کتاب میگه انا جندی مسلم و انا جندی الاسلامی، یعنی من سرباز مسلمان هستم و من سرباز اسلام هستم. انا مبتدا، جندیون خبر، مسلمون صفت جندی. و انا جندی الاسلامی، انا مبتدا، جندی الاسلامی، جندی خبر مضاف، الاسلامی مضاف الیه. بعد از این میگوید نحن جمیعا جنود الاسلامی، یعنی ما هممون یک جا لشکران اسلام هستیم یا سربازان. جنود جمع جند، سربازان اسلام هستیم، سلطت های اسلام هستیم. نحن مبتدا، جمیعا حال از نحن، حال کوننا جمیعا. جنود خبر نحن مبتدا مضاف، الاسلامی مضاف الیه. بعد از این میگوید و علینا ان نحب الاسلام و نحب جند الاسلامی. و علینا یعنی لازم است برایمان، واجب است برایمان، ان نحب الاسلام، دوست بداریم اسلام را، و نحب جند الاسلامی، و دوست بداریم لشکران اسلام را. یعنی برایمان واجب است که اسلام را دوست بداریم و برایمان واجب است که لشکران اسلام را یا سربازان اسلام را دوست بداریم. و علینا جار و مجرور متعلق بکنه خبر مقدم، ان نحبه به تعویل مصدر مبتدای مؤخر. نحبه فعل مضارع، فاعلش چی است؟ ضمیر مستتر تقدیر نحن الاسلام مفعول به نحبو. و نحب جند الاسلامی به مثل نحب الاسلام عطف است در جای نحب الاسلام، واوی عاطفه است. بعد از این میگوید الجندی المسلم يحب وطنه و دینه و شعبه و یدافع عنهم، یعنی سرباز الجندی، سرباز مسلمان دوست می‌دارد وطنش را و دینش را و مردمش را. شعب رو میشه بگه مردم، گروهی از مردم یا مردمش را و یدافع عنهم، و دفاع میکند و حمایت میکند از ویها. هم ضمیر به شعب، یعنی که دفاع میکند از شعبش، دفاع میکند از دینش، دفاع میکند از وطنش. دقت دادید؟ و یدافع عنهم، دفاع میکند. لشکری مسلمان یا سرباز مسلمان از اینها، از ویها یعنی از وطنش، از دینش، از مردمش دفاع میکند. الجندی مبتدا، المسلمو صفت الجندی، یحب جمله فعلی در محل رفع خبر مبتدا، یحب را فاعل ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگردد به جندی، به لشکر. وطن مفعول به یحب و دینه و عاطفه، دینه معطوف بر وطن و شعبه همچنین و عاطفه. و یدافع و دفاع میکند، فاعل ضمیر مستتر تقدیر هو، عنهم از ویها جار و مجرور. بعد از این میگه جیشنا جیش الاسلامی و نحن جند الاسلامی، یعنی لشکر ما لشکر اسلام است و ما سربازان اسلام هستیم. دقت دادید؟ ما جیشنا یعنی لشکر ما، جیش الاسلامی لشکر اسلام است. جیشنا مبتدا، جیش الاسلامی جیش خبر مضاف مضاف الیه. و نحن جند الاسلامی، و ما جند الاسلامی یعنی سربازان اسلام هستیم. و نحن مبتدا، جندو خبر، جندو مضاف، الاسلامی مضاف الیه. بعد از این میگوید رعاک الله یا جیشنا الاسلامیه یا جیشنا البطل. میگوید که رعاک الله یعنی حفظ کند تو را الله، ای لشکران ما اسلامی، لشکران اسلامی ما، ای لشکران دلیر و قهرمان ما. دقت دادید؟ رعاک الله جمله دعایی است، دعا میکنه در حق لشکران و سربازان که الله شما را حفظ کند ای سربازان، ای لشکران.
یا جیشنا الاسلامیه، ای لشکران ما، لشکران اسلامی. جیشنا منادا مضاف که است منصوب است و علامت نصب الفتحه الظاهره. الاسلامیه، الاسلامیه صفت جیش است. جیش ش ببینید آخرش چی بود؟ منصوب بود و علامت نصب الفتحه الظاهره. الاسلامیه آخرش منصوب می شود به خاطر اینکه صفت است. یا جیشنا، جیشه البطله، جیشه البطله نعت و منعوت هستند. جیشه منعوت است، البطله صفت یا نعتی الجیشه است. بعد از این میگوید كانت المعلمة في حوش المدرسة نظرت إليها زينب فقالت انظر يا عمر المعلمة. میگوید که كانت المعلمة، بود معلمه، فی حوش المدرسه، یعنی در حولی مدرسه، در اطراف مدرسه، در اطراف مکتب. نظرت الیها زینب، نگاه کرد به سوی وی زینب. فقالت، پس گفت انظر یا عمر، نگاه کن ای عمر. المعلمه، معلمه است. المعلمه خبر مبتدای محذوف. المعلمه یعنی معلمه است میگیم. ببینید کانتی، کانت از اخواتی کانه از افعال ناقصه اسم و خبر میگیرد. المعلمه اسمی کانت است. کانت برای چی ته گرفت؟ به خاطر اینکه معلمه مؤنث است، کانت فعل ماضی مؤنث. المعلمه اسمی کانت است. فی حوش المدرسه، فی حوش المدرسه جار و مجرور متعلق به کائنون خبری، جار و مجرور متعلق به کائنن، کائنن برای خبری کانت منصوب میشه. متعلق به کائنن خبری چی شد؟ خبری کانت. نظرت الیها، نظرت نگاه کرد، فعل ماضی مؤنث، فاعلش مؤنث است. فاعلش در کجا است؟ الیها جار و مجرور متعلق به معلمه، متعلق به نظرت، لیکن ها ضمیر برمیگرده به معلمه، الی المعلمتی، یعنی نگاه کرد به سوی معلمه. زینبو فاعل نظرت چه کنون؟ زینبو فاعل است، تامین رو قبول نمیکنه. چرا؟ زیرا که غیر منصرف است. فقالت، پس گفت، فاعلش کجا است؟ فقالت هی، فاعلش ضمیر مستتر هی برمیگرده به زینب. انظر یا عمر، نگاه کن ای عمر. انظر فعل امر مبنی علی السکون و فاعل ضمیر مستتر انت. عمر رو نمیگیم فاعل انظر است. انظر فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انت است. یا حرف ندا عمرو منادا اسم مفرد که بود مبنی علی الضم فی محل نصب. المعلمه یعنی معلمه است. میتونه بگیم که هی المعلمه یعنی وی معلمه است. المعلمه خبر مبتدا محذوف یعنی هی المعلمه. یا المعلمه رو میتونه بگیم مبتدا است، مبتدا است، خبرش بگیم محذوف است. هر دو وجه جایز است. اگر بگیم که معلمتو، المعلمتو خبر است برای مبتدای محذوف، پس هی محذوف است، وی معلمه است. اگر بگیم که المعلمتو مبتدا است و خبرش محذوف است، در این صورت میگیم المعلمتو هناک، هناک یعنی آنجاست، انا من هناک محذوف است. هناک ظرف متعلقش کائنون، خبر المعلمتو خبر مبتدا می شود. از این حساب المعلمه رو میتونیم خبرش بگیم، میتونیم مبتداش بگیریم. اما خبر بگیریم اگر مبتداش کجاست، مبتدا بگیریم خبرش کجاست، این را دقت بدید. بعد از این میگوید ذهبت زینب الى المعلمه و سلمت علیها و سلم علیها عمر و حازم ایضا. یعنی رفت زینب به سوی معلمه و سلام داد بر وی، و سلام داد بر وی عمر و حازم همچنین. دقت دادید؟ ذهبت فعل ماضی، فاعلش مؤنث است زیرا که تای تانیث در آخرش پیوست شد. زینب فاعل ذهبه، الی المعلمتی جار و مجرور، و سلمت سلام داد، فاعلش ضمیر مستتر هی برمیگرده به زینب، سلام داد زینب. علیها بر وی، ها ضمیر است
مؤنث برمیگرد به معلمه، یعنی علی المعلمتی. و سلمت زینبو علی المعلمتی، یعنی سلام داد زینب بر معلمه. اصل کلام این طور است. و سلم علیها، و سلام داد بر وی، یعنی و سلم علی المعلمتی، اینها با برمیگرد به معلمه. سلام داد بر معلمه. عمر فاعل سلمه است. اکنون اینجا سلمه را فاعل شد، ضمیر مستتر نمیگیریم. عمر فاعل کی است؟ سلمه است. عمر فاعل مرفوع مترفع الضمه الظاهره. تنوین چرا قبول نکرد؟ زیرا که غیر منصرف است. و حازمون، این منصرف کی است؟ تنوین را قبول کرد. عطف در جای عمر است. واو عاطفه. ایضا مفعول مطلق برای فعل محذوف است. آد یعید ایضا، یعنی رجع یرجع رجوعا، یعنی همچنین، باز، نیز ترجمه می شود. این باز یک بار دیگر میخونه، میگه ذهبت زینب الی المعلمتی و سلمت علیها و سلم علیها عمر و حازم ایضا، یعنی رفت زینب به سوی معلمه و سلام داد زینب بر معلمه و سلام داد بر معلمه عمر و حازم همچنین. بعد از این میگوید ولما دق الجرس وقف عمر و اصحابه فی صف، یعنی وقتی که لما در اینجا و لمای ظرفیه وقتیه است، حین است، به معنی حین. چرا؟ بعد لما دقه فعل ماضی آمد. بعد لما ما گفتیم فعل ماضی بیاید به معنای وقت است. ولما دق الجرس، و زمانی که وقتی که زنگ زد، وقف عمر ایستاد، و اصحابه و رفیقای عمر هم ایستادند، فی صف در صف، در طابور، در قطار ایستادند. دقت دادید، لما دقه فعل ماضی، الجرس فاعل دقه، وقف فعل ماضی، عمر فاعل وقف، واو عاطفه، اصحابه معطوف است به جای عمر، عطف است به جای عمر، اصحابه مضاف الیه، فی صفین جار و مجرور. ولما دق الجرس وقف عمر و اصحابه فی صفین، و زمانی که و وقتی که زنگ زد ایستاد عمر و رفیقای عمر در صف. بعد از این میگوید که و وقف التلاميذ من فصول اخرى في صفوف و امام كل صف معلم او معلمة. میگه و وقف و ایستاد التلاميذ شاگردها، من فصول اخرى از صنفهای دیگر، فی صفوف در صفها، در قطارها، و امام کل صفین و نزد در پیشی و در پیش هر یک صف، معلم است یا معلمه. معلم است یا معلمه. وقفه فعل ماضی، التلاميذ فاعل وقفه، من فصول، من حرف جر، فصول اسم مجرور، اخرى صفت فصول است. فصول جمع غیر عاقل که هست، از این حساب این را مؤنث مفرد آوردن، اخرى مفرد مؤنث. دقت دادید، فی صفوف جار و مجرور، و امام واو عاطفه، امام ظرف، امام کل صفین، امام ظرف متعلق به کائنون، خبر مقدم، امام مضاف، کل مضاف الیه، کل مضاف، صفین باز مضاف الیه، معلمون مبتدا مؤخر، امام متعلق به کائنون خبر مقدم بود، مبتداش در کجا است؟ معلمون. معلمون مبتدای امامه می شود. یا میتونیم اینجا در واو عاطفه بگیریم، امامه را ظرف بگیریم، معلمو پس عطف می شود در جای التلامیذو. این طور هم گفتنش جایز است. واو عاطفه میگیریم و جمله را عطف نمیکنیم و کلمه را عطف میکنیم. معلمو عطف در جای تلامیذو می شود. او معلمتو، یعنی که وقفه امام کل صف معلمون بس فاعلی وقفه می شود، یا که واو عاطفه که باشد عطف در جای تلامیذو می شود. او معلمتون او عاطفه است، معلمتون عطف است در جای معلمون. بعد از این میگوید رفع التلاميذ العلم عاليا وقالوا يحيى الإسلام
تحیا دولة الإسلام تحیا دولة الإسلام على كل دولة أن تكون إسلامية. یعنی چی؟ یعنی رفع تلامیذ، برداشت طلبه ها، برداشتند طلبه ها، العلم بیرق را عالیا بلند، برداشتند بیرق را بلند، و قالوا و گفتند یحیی الاسلام، زنده باد اسلام، یحیی الاسلام، زنده باد اسلام، تحیا دولة الاسلام، زنده باد دولت اسلام، تحیا دولة الاسلام، زنده باد دولت اسلام، علی کل دولت، یعنی لازم است بر هر دولت، جا لازم ترجمه میکنیم، یجب واجب است، لازم است بر هر یک دولت ان تکون اسلامیتا، بر این که باشد، این که باشد اسلامی. هر دولت در لازم است که دولت چی باشد؟ دولت اسلامی باشد، قانون شریعت رو جاری بکند، زیرا که الله ما رو برای همین خلق کرده است. بعد از این میگه رفع تلامیذ. ببینید رفع فعل ماضی، التلامیذ فاعلش، العلم مفعول به، عالیا، عالیا در اینجا حال است از علم، یعنی علم را حال کونه عالیا، در حال بودنش بلند برداشتش. دقت دادید؟ یا عالیا را میتونیم نایب از جای مفعول مطلق بگیریم، رفع تلامیذ العلم رفعا عالیا، در این صورت نایب از جای مفعول مطلق می شود، یا نایب، بله نایب از جای مفعول مطلق می شود. اما عالیا را می شود حال بگیریم از علم، حال کون العلمی عالیا، در حال بودن علم بلند. و قالوا و گفتن، قالوا فعل فاعل، واو در محل رفع فاعل است. یحیی الاسلام، زنده باد اسلام، فعل مضارع اسلام فاعل یحیی، یحیی الاسلام، زنده باد اسلام. تحیا دولة الاسلام، تحیا فعل، دولت فاعلش، الاسلام اسلامی مضاف الیه، تحیا دولة الاسلام، زنده باد دولت اسلام، علی کل دولت، واجب است بر هر یک دولت، جار و مجرور متعلق به واجبون بگیم ده، متعلق به کائنون، متعلق به موجودون، واجبون متعلق به واجبون است، متعلق به کائنون هست، خبری مقدم، ان تکونه به تعویل مصدر مبتدای مؤخر است، ان تکونه به تعویل مصدر مبتدای مؤخر است. اننی ناصبه مصدریه، تکونه فعل مضارع منصوب به ان و علامت نصب الفتحه الظاهره. اسم تکون، تکون از کانه یکون، از اخوات کانه است، یعنی که این اسم خبر میگیرد، اسمش ان تکون هیه، هیه برمیگه به دولت، اینکه باشد همون دولت. اسلامیتن خبر تکون است، از این است ببینید منصوب است، اسلامیتن. بعد از این میگوید و علی الدول جمیعا ان تکون دولتا واحدتا دولتا اسلامیتا. میگوید که واجب است بر تمام دولت ها، جمیعا یعنی تمام دولت ها، ان تکون دولتا واحدتا، این که باشد یک دولت، تمام دنیا یک دولت شوند، دولتا اسلامیتا، دولتی چی؟ دولت اسلامی شوند. دقت دادید؟ علی الدول یعنی یجب علی الدول، جار و مجرور متعلق به کائنون، خبری مقدم، جمیعا حال از دول، حال کونهم در حال بودنشون یک جا. ان تکونه به تعویل مصدر مبتدای مؤخر، انن ناصبه تکونو، اسم تکونو ضمیر مستتر و هی برمیگرد و دول جمع غیر عاقل که است، ضمیر مستترش مؤنث میریم، هی میگیم. دولتن خبری تکونو است، منصوب است. واحدتن صفت دولتن است. دولتن دوم میتونیم که بدل از دولت یکمش بگیریم، اسلامیتن، پس صفتی دولت میشود. در این صورت بدل یا توکید یا بدلش بگیم بهتر و خوبتر است. بعد از این میگوید علینا جمیعا ان نکون جنودا فی الدولة الاسلامیه. علینا جمیعا یعنی یجب علینا جمیعا، واجب است بر همه ما، ان نکون جنودا فی الدولة الاسلامیه،
این که باشه ما لشکرها یا که سربازها در دولت‌های اسلامی. واجب است بر همه ما این که باشه ما لشکران در دولت‌های اسلامی. دقت بتید علینا جار و مجرور متعلق به کائنون خبر مقدم جمیعا حال از ضمیر از نا علینا همه ما در حال بودنمون. ان نکونه به تعبیر مصدر مبتدا مؤخر. نکونه را اسمش در کجا است؟ ضمیر مستتر تقدیر نحنو، تقدیرش نحنو جنودن خبری نکونو فی الدولة الاسلامیه در دولت اسلامی. بعد از این میگوید علی الشعوب جمیعا ان تكون شعبا اسلامیا واحدا. یعنی چی؟ یعنی واجب است بر تمام مردم، بر تمام مردم، شعوب یعنی تمام گروه و تمام مردم، جمیعا در حال بودنشون یک جا، جمیعا حال از شعوب. ان تکون شعبا این که باشند، ان تکون شعبا این که باشند گروه اسلامی یگانه، این که همشون یک جا باشند گروه اسلامی یگانه. اکنون دقت بتید علی الشعوبی، علی الشعوبی جار و مجرور متعلق به کائنون خبر مقدم جمیعا حال ان تکونه به تعویل مصدر مبتدا مؤخر. تکونه را اسمش در کجاست؟ تکونه را ضمیر مستتر تقدیره هی برمیگرده به شعوب. شعوب جمع غیر عاقل که است از این حساب تکونو هی. شعبا، شعبا چی است؟ شعبا خبر تکونو، اسلامیان صفت یکم، واحدا صفت دوم. دقت دادید؟ صفتش هستند اسلامیان واحدا، پس اینها صفت شعبان هستند. پس این هست درس 44 از کتاب تعلیم زبان عربی و در اینجا این درس را به پایان میرسانم و تا درس آینده یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.